سلام. سینمای حوزوی تقدیم می کند یک ملودرام اعتدالی، آن سوی اشک و کشک، فیلمی در انتهای خط، آخر التماس، آخر زاری، بدون مذاکره هرگز. بگی منو. اتحاد کامرون و اوباما علیه تندروهای کنگره. اخطار کاخ سفید به کنگره درباره ایران. اوباما بار دیگر به قانونگذاران آمریکا هشدار داد از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. مذاکرات غیر قابل پیش بینی. تعهد اوباما و کامرون برای مقابله با افراطیون. ملاحظه کردی؟ اعتدالیون زهرماری پاک زدن به سیم آخر، یعنی تک زنگ و قدم زدن کنار رود رنو، رد کردن رفتن تو فاز منت کشی علنی و افتادن به دست و پای اوباما. حالا چرا؟ از ترس کنگره و سنا و تحریمای آینده. التیماتوم روز گذشته اوباما به کنگره درباره وتوی هر تحریم جدید نمایانگر عزم جدی و شرطبندی رئیس جمهور آمریکا برای حصول توافق با ایران است. روشن است این امر نیز همچون استراتژی برد ناشی از نیازی دو طرفه است. استراتژی برد اینجاست که باید اون یارو پاسدار سرتشتک یعنی قاسمی رو صدا کنید تا یه شیهه دلواپس مدارانه بکشه و بناله که بازی برد نداریم ما. اصطلاحات لجنیه که درست میکنن اینا به خورد ما میدن و بچه های ما رو گول میزنن با این کلمات. تو این بازی قطعا یه طرفش برنده است و یه طرف دیگری که همیشه پیوسته تنها و ضعیف بوده بازنده این قصه خواهد بود. همه اینا نشون میده که وضعیت یه چیزی اونور قرمزه، یعنی به قول خودشون قیچیه طوری اومده رو گلوی آخوندا که جرأت نفس کشیدنم براشون باقی نمونده. تو این موج تحریما فقط یه تخت پاره واسه علی گدا باقی مونده که اونم اسمش مذاکراته. این تخت پارم ته خطه، نه علی گدا رو به ساحل میرسونه نه شیخ پریو، جفتشونو هل میده به سمت آبشار سرنگونی. با آقای موشکار